زبان خاص گفتی ملاس و یعقوب و در این یک رقم از محبت بسیار احترامانه نامش گرفتی، در حالی که یک تعداد هزاره های ما اعدام میکنن که از طرف طالبا تحت ظلم بسیار شدید هستند، مذهبشان اجازه نمیتن، برایشان حق زندگی نمیتن، یعنی تعصب مذهبی و تعصب نژادی علیه هزاره ها دارن. تا جایی که خبر دارم خودت دقیق مطالعه داره از اوضاع فعلی افغانستان، آیا واقعا طالبا شما هزاره ها را اذیت میکنن؟ آیا واقعا طالبا شما را اذیت مذهبی و اذیت نژادی میکنن یا خیر؟ یا اینا دروغ میگن؟ در این قسمت هم یک وضاحت بتین، باز بعدا اگر دوستای چی بود باز میتونیم یگام بالا دو بازم نظر میشیم. سیکو برادر، من پیشتر برای گفتم ما در حال حاضر زندگی میکنیم، نه در گذشته. ما یک اشتباه دیگر همین مردم افغانستان میکرد، هر وقت محترم حامد کرزی در مطبوعات که گپ میزد گپش گوش نمیگرفت، دو میزد. همین محترم حامد دکتر سیب اشرف غنی امزای هم که در جای همین مولا سیب یعقوب میبرایه چیخ میزنه از وحدت و یک پارچگی و برادری و همدلی و جنگ بس. همین نام کسی دیگه ایره که ما گرفتم محترم امیرخان متقی، همین آدم هندوستان رفت، همین پذیرایی همین آدم شد، همین با عزت رفت، با عزت آمد. ما گفتم خداوند تو را خیر بده. هر کسی که چشم ببینه در راه وحدت و صلح و یک پارچگی گپ میزنه او نور دیده است. هر آن کسی که مانند محقق و غیر محقق امرالله صالح که دو قوم بزرگ و شریف بینش جنگ میندازه، خاطرات‌های گذشته را میاره، دامن در برادر کشی میزنه، از میان متنفر هستم. ما برای لجو پاسکنده بگویم ما در حال حاضر زندگی میکنم. خیر این رقم که هست که شما میگه از آن نگیریم. راستی آمدیم ظلم و بیدیدادی از اسماعیل ها هزاره آمد. من باید سوال کوتاه بکنم خیر اجازه بدید. باز یاد خودت میگی که ما گذشته را فراموش کنیم، ما میگم گذشته را فراموش کنیم. ما هم به این گپت من موافق هستم، ولی تصاویر جنایتکارای گذشته را در رخ ما نکشن. یک موضوع. دو موضوع به ارتباط گذشته، هزارها آثار باستانی که ارزش معنوی و ملی مردم افغانستان هستند در دهه 70 توسط برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود به ایران انتقال داده شد و بالاخره به ایران پاکستان. مثلا تفنگچی محمد وزیر اکبر خان آقای برهان الدین ربانی رسما به رئیس آیسای پاکستان داد و به همین رقم هزاران آثار تاریخی را ببینیم. بطا کاسر مثلا اون میبینی پاکولکیا اینمی آثار را چور کردن و بالاخره به ایران سپردن توسط آقای سید مخدون رحیم. تاوان از این کی میکنه؟ این جنایات که کشتار شده خیره. مثلا تو میگی برو مردمایی که پدر خود از دست دادن، اولاد خود